سلام، یونس فرهمند هستم، مدرس تندخوانی. به دوره آخرین شکار از سری دوره‌های چیتا خیلی خوش اومدی. قراره تو این دوره نسبتاً کوتاه راجع به این صحبت بکنیم که توی این ایام باقی مونده تا امتحانات چه شکلی میتونیم از تندخوانی استفاده بکنیم تا شب امتحان با خیال راحت بخوابیم. چرا چیتا هستن؟ من خودم از چیتا خیلی خوشم میاد و راجع به زندگیشم خیلی تحقیق کردم. چیتا یه سری خصلت‌های رفتاری داره که منو مجذوب خودش میکنه. مثلا چیتا همیشه غذای تازه میخوره. تحقیقاً هر روز میره شکار و البته غذاش هم بهترین گوشت است، گوشت آهو، غزال، خرگوش. ولی یه خصلت خیلی مهمی که چیتا داره اینه که اگر بخواد چیزی رو شکار بکنه سریع کارو تموم میکنه میره. الکی لفتش نمیده، الکی کشش نمیده. 0 تا 100ش زیر 5 ثانیه است. تمام انرژیش رو، تمام تمرکزش رو یه جا متمرکز میکنه، کارش رو انجام میده و تمام. میره به بقیه زندگیش و تثبیت قلمروش میرسه. خب اینا رو گفتم که به چی برسم. بچه‌هایی که الان سر این کلاس نشستن به 2 تا دسته مهم تقسیم بندی میشن. دسته اول کسایی هستن که درست درس نخوندن یا نخوندن نصف نیمه خوندن و در حال حاضر واسه فرجه امتحان کلی مطلب رو دستشون تلمبار شده. واسه این دسته این دوره دقیقاً همون چیزیه که باید. دسته دوم کسایی که تا الان خوب درس خوندن. اگه آزمون داشتن با آزموناشون اومدن جلو و خلاصه کار درست حسابی جمع کردن. این دسته باید بتونن تمام انرژی که در طول سال تحصیلی کشیدن رو تماما نقد بکنن. به هیچ عنوان حتی یک ذره از انرژی که در طول این 1 سال کشیدن نباید هدر بره. تمرکز این دسته باید این باشه که توی این مدت زمان کم بین خودشون و بقیه تمایز ایجاد بکنن. بتونن یک فاصله عجیب غریب بین خودشون و بقیه بسازن. دوباره برگردیم به چیتا. یه چیتا رو در نظر بگیریم که به هر دلیلی در طول روز غذا گیرش نیومده. 2 تا کار میتونه انجام بده. یکی این که افسوس گذشته رو بخوره، بگه خب امروز شکار گیرم نیومده، کاری هم از دستم بر نمیاد، پس بذار بمیرم اصلا. حالت بعدی چیه؟ میگه من وضعیت الانم رو تماما میپذیرم و سعی میکنم کاری که الان از دستم برمیاد رو انجام بدم. قرار نیست آسون باشه، ولی قرارم نیست که یه سری کفدار سر جنازم دعوا بکنن. این چیتایی که توصیف کردیم یاد کدوم دسته از بچه‌ها افتادین؟ دقیقاً این وضعیت بچه‌های دسته اوله. یه چیتای دیگر رو در نظر بگیریم. این چیتا انقدر پرتلاشه که در طول روز شکارهای مختلفی رو به دست آورده، اما بلافاصله بعد از اینکه این شکارها رو به دست میاره فقط یه لیس میکشه و میره سراغ شکار بعدی. چه اتفاقی افتاد؟ چیتا کار رو به تهش رسونده بود، اما از شکارش تمام استفاده رو نمیکرد. چیتای دوم میتونست تمام اون انرژی که واسه شکار رفتن صرف کرده بود رو برگردونه و به جای اینکه واسه شکار رفتن بعدی اونها رو مصرف بکنه، ذخیره بکنه اونها رو تا خودش رو قوی تر بکنه بین بقیه چیتاها، خودش رو متمایز بکنه و در روزهای بعد شکارهای بهتری گیرش بیاد. پس اگه تا الان تمام درس‌ها رو خوب خوندی، این دوره دقیقاً همون دم گاوه، همون تیر خلاص که قرار تمام زحمتی که توی سال تحصیلی کشیدی رو تماماً برات نقد بکنه. یه سوال، این دوره فقط برای آزمون‌ها به درد میخوره؟ میگم نه. این دوره برای آزمون‌های جمع‌بندی و امتحانات تشریحی طراحی شده. پس اگه جزو این 2 تا دسته هستی، همین الان یک برگه بردار و بالاش بنویس نکات دوره تندخوانی شب امتحان. و بعد از اینکه دوره تموم شد تک تک این نکات رو انجام میدی و نتیجهش رو به چشم میبینی. بریم سراغ فهرست مطالبی که قرار راجبشون با همدیگه صحبت بکنیم.